من بودم عاد سیسم بودم برد یا؟ این یک نوع قماربازی در کلاب است که ساکنان همیشه از باخت با راه فریب در آن شکایت میکنند. این بازی در خیابان شهر کلاب را تشکیل کنندگانش شکرانه نام میبرند. مقامات و ساکنان آن را غیر قانونی مینامند. بازی را از 10 تا 15 ساکنی محلی میچرخانند. وانمود میکنند که کارمند یکی از شرکت‌های بازی بردناک هستند. آنها مانع شدند که کارشان را خبرنگار ثبت کند. امروز 13 مارتی صاحبان بازی اشاره میکنند که در مقامات پشتیبان دارند. مقامات کاری آنها را غیر قانونی میدانند ولی دوام 2 سال مانع کاری آنها نشدند. این آدمو را در راه میکپند. همین خیلی فند فریب کرده مجبور بازی میکنند. ساکنانی که از کاری آنها شکایت میکنند ارزششان در مقامات انتظامی بررسی نمی شود.